سلام و درود به همراهان عزیز. من فتانه مدرسیان هستم. امروز با یک آموزش دیگر که بورک پیتزایی هست در خدمتتان هستم. همراه ما باشید. ابتدا سوسیس های نگینی شده رو در روغن سرخ میکنیم. فلفل دلمه ای رو به اون اضافه کرده و تفت میدهیم. قارچ‌های خرد شده را که با 2 قاشق آب لیمو آغشته کرده ایم تا رنگ آن تیره نشود در این مرحله اضافه کرده و تفت می دهیم. گوجه نگینی خرد شده را اضافه می کنیم. سس گوجه، سس خردل، فلفل سیاه، آویشن و نمک می زنیم. مواد میانی بورک ما آماده شده، از روی شعله برمی داریم و بعد پنیر پیتزا رو با مواد مخلوط می کنیم. به محض باز کردن بسته‌بندی خمیر یوفکا اونو با یک حوله یا دستمال تمیز می پوشانیم، به خاطر اینکه خمیر سریع در معرض هوا خشک می شود. با کره آب شده به روی خمیر را آغشته می کنیم، با مواد میانی پر می کنیم و به این صورت می پیچیم. مواد رومال را آماده می کنیم. 2 عدد زرده تخم مرغ را کمی می زنیم. 2 قاشق ماست، 2 قاشق کره آب شده، کمی زعفران و نمک اضافه کرده و مخلوط میکنیم. بورک ها رو کنار هم در سینی فر که کاغذ روغنی گذاشته ایم با کمی فاصله میچینیم. مواد رومال رو با قلممو روی اون میزنیم و در نهایت کنجد سفید و سیاه میپاشیم. بورک های ما آماده شدن. فر را از قبل روشن کرده ایم، با دمای 180 درجه به مدت 30 دقیقه در فر قرار می دهیم و در چند دقیقه آخر گریل رو روشن می کنیم تا روی بورک ها هم طلایی بشه. بورک پیتزایی یا اسپریل رول ما آماده است. امیدوارم از این آموزش هم بهره ببرید و در منزل درست کنید و لذت ببرید. ضمناً به جای سوسیس میتونید از گوشت چرخ کرده یا مرغ یا حتی به صورت گیاهی با اسفناج، قارچ و پنیر درست کنید.